این انجیر چسبه، یه نوع فیکوسه. بعد اونایی که مقدار سنشون بالاتر و بالغترن یک میوه میده شبیه به انجیره. چسبندگی خیلی زیادی داره میبینید و دیوارتون رو به همین شکل سبز میکنه. هیچ گونه آفتی نمیگیره. آبیاریش هم شاید ماهی یه بار مثلا آبیاری کنی کافیه براش. یه گیاه به قول گفتنی سگجونیه. تکثیرش هم همین شاخه ها رو بکنید تو خاک در میاد. البته تو شمال تو مناطق دیگه باید یه فضای گلخونه مانند براش درست کنی، مثلا یه کاور رو گلدونش بکشی.